السلام علیکم افغانستان، خوش آمدین. تراغلاس هیت لحظه به لحظه را شما از طلوع بیننده هستین. آرش صدری هستم، کوچک شما. برگشتیم که امشب بهترین برنامه را بر شما تقدیم کنیم. دو اشتراک کننده داریم که آماده هستن ببینیم بخیر به کدام پول ها میرسن. 7000، 50000 یا 100000 افغانی. با اتفاق از همکارای ما، از جمع بزرگ از همکارای ما، برنامه را آغاز کردیم با انرژی، با قدرت. ولی انرژی شما را میخوایم. چقدر انرژی دارین؟ تشویق ایشک به این اندازه این انرژی تان سرایت کرد. ما با انرژی هستیم، با انرژی میشیم بیشتر و بیشتر. اشتراک کننده های ما همچنان. و امشب 10 بازی داریم. هر بازی چالش های خاص خود داره. 60 ثانیه زمان و در 60 ثانیه 3 جان است که باید از 3 جانتان خوب استفاده بکنین. هر بازی ها چالش های خاص خود دارد. متوجه باشین. بازی ها رو تمرین بکنین با لوازمی که در خانه دارین تا شب که روی استیج آمدین دیگه با مشکل مواجه نشه. اشتراک کننده ما آماده هستن، زیاد منتظرشان نمیمانیم. میخوایم بیاین روی استیج، ولی پیش از او میریم به طرف نمایش بزرگ درخت پول، ببینیم که چقدر پول همراه ماست. درخت پول. $100,000 افغانی. 100,000 افغانی به خاطر شماست، به خاطر خودت که بیننده هستی. اگر میخوای پول به دست بیاری باید بیاری روی استیج، و اگر میخوای روی استیج بیایی با 4 5 6 تماس بگی. با 4 5 6 تماس بگی، کلیدهای 6 دو 6 فشار بده، نام خود و یکی از دوستای تصب بکو، روی استیج دعوت میشی. فقط خنده داره، یگان دفعه زبان چی میگه بندش پیدا میکنه. طریق دومش هم شماره واتساپ است. شماره واتساپ که روی اسکرین تلویزیون تان میبینید. به شماره واتساپ پیام بگذار، همکارا و دوستا خودت دعوت میکنه بیا چانس امتحان بکن، شاید که برنده شما باشین. دو اشتراک کننده ما هم دقیقاً نمی کار کردن، ببینیم که چی کار میکنن. اتاق فرمان بخوایمشان بچاش، بخوایمشان با افتخار فیروز خان و جمشید. خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین. تراغلاس بفرمایید نام خدا. تشکر از عزیزایی که آمدن برنامه را از نزدیک تماشا میکنن. نام خدا خیلی خوب تشویق کردن. خیلی تشکر از شما بچه‌ها. این تشویقا به خاطر شما همچنان بود که با انرژی شوین. و اگر شما میخواین بیاین برنامه‌تون از نزدیک تماشا بکنین، میتونین به شماره واتساپ پیام بگذارین. همکارا حتما شما رو دعوت میکنن بیاین برنامه را از نزدیک تماشا بکنین. چند لحظه چی میگن میگیم، میخندیم و خوش میگذرانیم. شما هم خوش آمدین. یک معرفی می‌داشته باشیم. کی اومده است؟ نماز صبح از خواب برخیزم، دو دستم بر دعا باشد. آرش جان هر کجا باشد، نگهدارش خدا باشد. واه واه. سلام عرض ادب دارم خدمت شما آرش جان خوشکلام. علیکم السلام. حاضرینی که در تالار حضور دارن، همکاران تکنیکی شما و کسانی که ما را از طریق پرده های تلویزیون طلوع و رسانه ها تماشا میکنند. فیروز خان نوری هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه پربیننده و پرهیجان و جالب دیدنی هیت لحظه به لحظه. یک کف بزنین دوستا به افتخار عزیز ما فیروز عزیز. خودت عزیزم. به نام آن که استی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. به نام خدا و با عرض سلام خدمت آرش جان، حاضرین در تالار، کامرامین ها و کسانی که ما را از طریق پرده های تلویزیون خود تماشا میکنند. جمشید نوری سم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه پربیننده هیت لحظه به لحظه. با افتخار جمشید. جمشید کامرامین ها سلام علیکم کردی. اتاق فرمان نکردی. سلام علیکم. امین تمامش. او بسیار مهم است. سلام خاص به جناب عثمان. عثمان سر میکنه. او که هستن برات بازی میارن. صحیح است؟ صحیح است انشاءالله. پاداش شاید بیارن. انشاءالله نیاز به پاداش نشه، هر سه جانتان باقی بانه. باید اول امروز سلام علیکم میکنی. خیلی برو دو سلام به تو. دو سلام. قبول است اتاق فرمان؟ برو میگه قبول است. تشکر بخیر. خب است، هر دوتان خوش آمدین. خوش باشی، بخیر باشی. از اتاق فرمان خواهش میکنیم ابی با اجزای ما اولین پولی که پیشنهاد میکنین نشان بده کدام پول است. درخت پول 1000 افغانی. و یادمون نره که اتاق فرمان این چیزی که 100,000 این چیزی که پولا است پیش از اینمی آدم است. خب کجا مونده بگیریم؟ نه دیگه آدرس خدا نمیگن. آدرس خدا نمیگن، ولی 100,000 پیشانه است. در راه 100,000 اولین پولی که برای شما پیشنهاد شد 1000 افغانی. من مطمئن هستم شما با روال برنامه آشنایی دارین. 1000 افغانی بر دوتان پیشنهاد شده. بریم ببینیم که به ارزش اولین پول 1000 کس کدام بازی را اتاق فرمان روی استیج به اشتراک کننده ما پیشنهاد میکنه. نمایه
مومیایی. شما در این بازی باید با چرخش‌های 360 درجه‌ای یک رول کاغذ را به دور خود بپیچانید. در صورتی که کاغذ در زمان چرخیدن شما پاره شود، شما بازنده بازی هستید. دقت کنید تا سرعت شما بیشتر از حد معمولی نشود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. اولین بازی را شما در نمایش دیدین. به ارزش 1000 افغانی بازی مومیایی آماده است که اجرا شود. ولی پیش از اجرای بازی جا داره که تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی هیت. انرژی هیت سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سیدین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکستید. خب کی میخواد بازی رو اجرا کنه؟ ما میخوایم جان می‌خواد. جمشید میخواد بازی رو اجرا کنه. ما همیشه میگیم هیت drink بنوش. and beat. هیت نوشجان بکنین و شکست بدین. من میخوایم شکست هیت بر خود تقدیم بکنم تشکر. و به دلیل انرژی ازی شما. که هم دوست دارم هم مهمان نوازی I شما. love you too. آها هم مهمان نوازی شما هم بازی رو خوب اجرا بکنید. تشکر. I انشالله. love you three. بفرمایید هیت تشکر. تا که تشکر. خودت هیت نوشجان میکنی. ما کم کم در مورد قوانین بازی برات بگم. آرام بچرخ. کوشش کو که کاغذ از یکدیگر جدا نشه و تمام رول کاغذ تمام. درست است؟ چطور است مزه هیت؟ بسیار بامزه است. بسیار بامزه است. ام. خوب است. آماده هستی بخیر؟ بله. این هیت تو بخور. امانت بدی؟ نخوری. نخوری خواه. شوخی میکنم. شماره شهر بازی آغاز می شود. تا 3 2 1. ثانیه های آغاز میشه. شروع کن بخیر. جمشید آرام آرام چرخ میزنه به دور خود. بیا جمشید جان این طرف وسط میدان بیا. وسط میدان 50 ثانیه. کوشش کن که به دور گردنت نچرخونی. به دور وجودت مومیایی را خود دیدی. من مطمئن هستم خودم مومیایی بساز. مشکل نیست. صحبت نکو فقط بازی رو اجرا کو که تمرکزت از بین نره. بله حتما باید دوست ما بازی رو اجرا کنه و یک کمک زیادتر بساز. 25 نه بلکه 22 ثانیه. رول کاغذ آرام آرام رو به خلاصی هست. آهسته 15 آهسته. ثانیه بله. حالا زمان برو بخیر. و جمشید بسیار ماشاءالله. با تکنیک بازی را اجرا کرد و آفرین باشه میگه خواست جاینا رو که بس مرحله خلاص اول کنم. تکمیل شد. یک دقیقه وقت داشتی خودت بازی را خیلی خوب تونستی که تشکر. اجرا بکنی. 1 دقیقه و 60 ثانیه خودم میشه سیز باش گنج شدیم بخی. گنگ شدی نه. آجور هستی جور هستم. انرژی کل از هیت پول بنوش که پودیش گنسیت اپل. طرفش هم. بفرما برو در جایت. یک کف بزنید دوستا به افتخارت. اولین بازی مومیایی اجرا شد و قسم گفتیم هیت هم نوشجان کرد. نام خدا بازی رو هم خیلی خوب اجرا کرد. و طرف پول دوم میریم و میبینیم که به ارزش پول دوم کدام بازی روی استیج میه. ولی پیش از او چی کار میکنیم؟ بازی همیجا باشه کمک سرگیچی خودت هم دور شو و خودت هم آماده باش. ما وقفه رو میبینیم زود برمیگردیم روی استیج. هیت لحظه برای ادامه. خوش برگشتین بیننده های خوب و عزیز طلوع. تشکر که تا ایدن بیننده برنامه خودتان هستین. در این قسمت برنامه جا داره که تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما نکتار طبیعی شفا. نکتار شفا دوست خوب لحظه هاست. نکتار طبیعی شفا استفاده بکنین. طعم‌های خوب عالی و مزه‌دار داره. خب این طعم پیچ یا مو شفتالوش است. خودت کدام میوه دوست داری؟ ما آلو بالو همراه با انار. آلو بالو و انار. فکر کنم فصل انار است ولی بله، آلو ها. بالو فعلا نیست. همونطور است نه بچا؟ همونطور است. آلو بالو هنوز نبرامده ولی بله. مبرایه کم کم. خودت چطور؟ ما هم زیاد دوست دارم و کیله را. هم با کیلا. هم و کیله. ورزشکار معلوم میشه. دقیقا. ورزش میکنی. بله. خودت چی ورزش میکنی؟ بله هم. خب است. بریم اول پول ببینیم درباره ورزش صحبت میکنیم. حتما در وقت انشاءالله. پول 2500 افغانی. دومین پول دومین قدم. تشکر. دومین قدم به عزیزای ما. 2500 افغانی پول خوب است. کدام رشته ورزش میکنی؟ رشته پهلوانی و فوتبال. فوتبال و پهلوانی. پهلوانی. خیلی خوب. خودت؟ ما خودم پهلوانی و فوتبال و هم؟ در پلوش جیم. جیم. هم پهلوان هستی هم فوتبالر و هم
جیم کار زیبایی اندام کنه کنه به شک بلده میگن ورزشکار مکعب یکی مربع است یکی مکعب به هر حال ورزشکارا افتخار ما هستن و ورزشکارا رو دارم به خاطر اینکه هم تو با انرژی می باشن تشکر. 2500 پیشنهاد شد بریم ببینیم با این انرژی که ورزش 2500 کدام بازی بر شما روی استیج بیاد درست است حتما انشالله. نمایه آفتاپوس در این بازی اشتراک کننده باید رمان‌های قرار گرفته در زیر هر بوتل را طور از فاصله 12 فوتی کش کند که بوتل روی آن نیفتد. این کار باید برای 3 بار تکرار گردد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود تا 3 2 1. یک لحظه ثانیه های آها چرا که بخیر دیگه ماشاءالله. ماشاءالله آخرین فیروز. قسمت فیته ماشاءالله. یعنی قسمت استاد شو ماشاءالله. بوتل ماشاءالله. دوم هم همچنان شد یک بوتل دیگه پشتر عزیزم پشتر حساب نیست پشتر برو یک دانه دیگه را ماجل پشتر لطفا پشتر استاد شو قوانین بازی را مراعات کن بله برو بله تمام تمام بیا بشد آفرین عالی بود بازی اجرا شد ولی یک قانونک داره یک دانش از او خاطر حساب نکردیم که دل چیز نگرده مشکل نیست تمام شکر میکنه یک دانه سیخو فیته را باید از آخرین قسمت فیته بگیری بعدش یک بینی می اندازه زیاد دوستا از دیگه بازی کمک پیش میان که اشتباه است از این نمیشه بینی شکل که اجرا کنی نمیشه من خودم اجرا نکردم که یاد نگیریم نه ماشاءالله مشکل نداره فضا ثبت شد به هر حال دومین بازی بعد از 2500 افغانی خیلی خوب اجرا شد سومین پول آماده است با هم میبینیم در نمایش بزرگ در درخت پول 5000 افغانی 5000 افغانی پول است که پیشنهاد شد البته سومین پول به خاطر شما درست است بعدش 5000 قرار است یک بازی روی استیج به حالا دیگه هر چقدر که پول زیاد میشه اونم قدر چالش بازی ها هم بیشتر میشه یعنی بازی ها دشوارتر و کم مشکلتر میشه بدون شک ببینیم که به ارزش 5000 افغانی سومین پول کدام بازی آماده است تا روی استیج بیاید نمایه قوطی عطار در این بازی اشتراک کننده باید با یک دست چاکلیت های رنگ را بر اساس رنگ در گیلاس های جداگانه بگذارد. سرعت، تمرکز و نظم شما در این بازی بسیار مهم است. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. بازی قوطی عطار بازی است که پیشنهاد شد به عزیزای ما با ارزش 5000 افغانی 5000 حتما نیک پول خوب است درست است پیش از اینکه بریم به طرف اجرای بازی جا داره که تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما جوس پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه با نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی را به ارمغان ببرید پارادایس ضامن سلامتی شما خب بازی رو کی میخواد اجرا کنه؟ آرش جان عزیز خودم میخوایم انجام. آماده شمارش عداد بازی آغاز می شود تا 3 2 1 ثانیه های خود یک لحظه عزیزم یک لحظه برو شروع کناله زمانت آغاز شد و خودت باید از هر رنگ یک دانه در گلاس ها بندازی متوجه باش که 2 رنگ در یک گلاس قرار نگیره اولین گلاس تمام به طرف گلاس دوم میره دومین گلاس تشویق رنگ دوم رنگ زرد تمام شد به طرف رنگ سوم میره رنگ آبی هم رنگ خوب و عالی است رنگ بعدی رنگ نارنجی ماشاءالله رنگ آبی یک دانش مانده آبی آفرین که آخرین رنگ چی رنگ است؟ رنگ سرخ رقم است نارنجی را نندازی در گلاس خوبه برو پیش برو اینمی آخرین رنگ سرخ است نه خوب پرتو در گلاس آفرین با تمام بازی همچنان چی شد اجرا شد
یک لحظه فکر کردم که رنگ نارنجی را به داخل رنگ سرخ انداخت. بعدش اما تو یک فکر شد. بله. به هر حال خودت فکر کنم از شیرینی ها دوست داری. بله دوست داری؟ خیلی خوشایند است به خاطر که دبایش کاکائو است. کاکائو است. کدام رنگش دوست داری خودت؟ سرخشه. سرخ دوست داری؟ بیا از سرخ بگذر. نارنجی استفاده بکن. درست است؟ سرخ کمک مشکل داره. کل از رو زدی پچق کردی. بفرما خودم رنگ نارنجی رنگ خوب است. تشکر. چی میگه باش ما هم نوشجان بکنم که خیلی خوشایند است آرش جان. واقعیت خوشمزه است. خوشایند است. خب دهنم هم شیرین شد. دهن که بازی خوب اجرا شد. صحیح؟ این بازی به ارزش 5000 افغانی بود و خیلی خوب هم اجرا شد. بریم به طرف پول بعدی ببینیم که به اجزای ما کدام پول پیشنهاد بشه. درخت پول 7000 افغانی. آخرین پول مرحله اول 7000 افغانی. این رسیدین به مرحله اول ما. درست است؟ به ارزش 7000 اتاق فرمان یک بازی را آماده ساخته. کدام بازی است؟ اوه میگه برات نمیگم. خودت باید ببینیم. صحیح است؟ نگو مشکل نیست. مقصد من از بازی خبر ندارم، شما هم خبر ندارین. هر بازی که روی استیج آمد آمادگیتان داشته باشین. درست است؟ قرار است به ارزش 7000 افغانی یک بازی روی استیج به اشتراک کنندگان ما را به چالش بکشه، اما بعد از یک وقفه خیلی کوتاه. خوش برگشتین. تشکر که تا ایدم بیننده برنامه خودتان هستین. آرزو دارم که لذت برده باشین. در این قسمت برنامه جا داره که تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی هید. انرژی هید سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هید برای 4 فصل سال. انرژی هید برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هید تجربه کنید. هید بنوشید و شکستید. Drink and beat. انرژی هید طعم جنسنگش و میخوای میره باز کنم. بازش میکنم. باز شد و به عزیز ما تقدیم میکنم که بازی را اجرا کرد. بازی قطعیتار بفرما. تشکر آرش جان. خواهش میکنم. نوشجان کو که تو بخیر با انرژی برنامه را ادامه بتین. عزیز ما جمشید جان پیت نوشجان کرد با انرژی کم بود میزه بشکنه نبید. و حالا عزیز ما دوست ما قرار است که دیگه بخیر با انرژی تر شوه. انرژی داشتن حالا دیگه با انرژی تر میشن. چی یک دیگه میشه شما؟ ما درو دیدیم شه گفت مرام برکت در برنامه آوردم شه. خود در مسیر را ما تو را آوردم و بیادر چی گفت رئیسی؟ مشکل حل کنین. کی را آورده اینجا؟ من روان بودم گفت مرا آرش جان کار. تو چطور همراه ما اومدی؟ خب مذاق میکن رفیقم است. خب رفیقت یکی هم مذاق میکنه آرش جان این مرا مذاق میکنه. نه خب مقصد حالا خامدین گمش گوره بان حالا خامدین اینا بگید چی یک دیگه میشن. بچه پدرم است. خب بیا دراسته نگه. بله. جالبی بود. حالا یک خاطره یادم آمد تقریبا بسیار دیر وقت دیگه خبر بگم یک دو نفر آمدن، دو عزیزای ما آمدن. ما همین سوالا پرسان کردم. من میشه پرسان میکنم گفتم شما چی یک دیگه میشین؟ گفت دوستا هستیم. گفتم چقدر خوب دوستا. ان شاء الله که متو صمیمیتتان پایدار باشه و ما آرزو میکنم که متو تا آخر عمر کت یکی دیگه باشین. چقدر وقت میشه دوست شدن؟ میگه یک 2 هفته میشه. 2 هفته میشه. 2 هفته در کجا شما گفتید دیگه این برنامه می آمدم یا همسایه ما بود. گفتم میری؟ گفت ما زنگ زدم گفتم این است که برنامه ما خوب است که روابط نزدیک میسازه و دوستی میشن. 2 هفته دوستای آمده بودن که 2 هفته شده بودن که دوستای خوب ان شاء الله که شاید برنامه رو بینده باشن شاید هم نه ولی هم یادم اومد خواستم یادآوری بکنم. درست است؟ یه خاطره جالب از خودم داشتیم. از کجا بگویم بعد؟ ما زیاد خاطره جالب خاطره جالب بدون شک زیاد است. زندگی پر از اتفاقات خوب و بعد هم است. درست است؟ ولی من میخوام اتفاقات جالبش بشنوم. اتفاقات جالبش یکی از خاطره جالب من بود. من در یکی از موسسات بین‌المللی به حیث استاد خیاطی هستم. شاگردان 3 قطار بود. بسیار حساب ما خراب کرده بودن. این قطار وسط زیاد گپ میزد. ما در قطار وسط درس میدادم استاد بودم. گفتم تمامتون گپ بزنید جز قطار وسط. یکی دست خدا بالا کرد گفت استاد جان خودت هم در قطار وسط از کی مار درس بده؟ یعنی خودت نباید گپ بزنی. خودت هم نباید. استاد خیاطی هستی؟ بله. خیاط پیدا کردم. چقدر وقت میشه خیاطی کار میکنی؟ زیاد وقت میشه. تقریبا 10 سال 11 سال شاید شه. خب بیشک بالا دیگه. استاد کار گفتم میدونیم چی خوب میتونی دختر پرانتمان مردانه. تا پرانتمان مردانه؟ بله. خب پرانتمان خوب است. یک پرانتمان سفارش بدین و حالا کم میریم به طرف فصل زمستان یک پرانتمان گرم باشه. درست است؟ حتما ان شاء الله. تکیش بهترین تکه کدام تکه است؟
تکی زمستانی است خیلی خوب تکاسه. خب، نام دارد تکی چی؟ تکی بخمل است، تکی آرش است، تکی آرش. تکی خودت. تکی آرش یک تکه است برای حالا دیگه چی نشه خلاصه هست. بهترین تکه است ما حتما گرفته میم پیش خودت. حتما بیا یک بخیر. پرنتومان خوب بدوزی برام. حتما انشالله. خودت چطور؟ چی کار من می‌کنی؟ خودم انجینر یخچال هستم. انجینر یخچال. یعنی بله. اگه یخچالا خراب شود فعلا دیگه فصل کار خودت نیست. سیزن میشه فرق. سیزن کار خودت نیست دیگه. از سردی دیگه که ما گپ نزنیم. درسته. خب بیا خاطر جالب تا بشیم بعدش میریم طرف بازی. یه خاطره جالب از این استیج از این برنامه شماست. زمانی که مایکار همکارای شما برای ما وصل ساخت اینجا ما در بک استیج همراه همی برادر خود رفتم. ما اونجا بعض راز نیاز میکردیم جمشید باید تو کنید خبر نه که اتاق فرمان کل گپا ما کل گپا همه شده خاطر ما که زود قدم میزنیم که هر دسیسه که دارین فهمیده شما. بله. شوخی میکنم این مایکا وقتی که وصل بشه دیگه اون هر چی که میگن شنیده میشه. به هر حال ان شاء الله چیزای خوب گفته باشه. بریم به طرف بازی ببینیم ورزش 7000 کدام بازی آماده است. نمایا آن سوی دایره. شما اگر در کودکی داشته بازی کرده باشید به سادگی موفق به پیروزی خواهید شد. 4 توپ سرخ رنگ در میان دایره وجود دارد و شما باید با پرتاب توپ‌های سفید رنگ آنها را از محوطه مشخص شده خارج سازید. فاصله شما با دایره 5 فوت خواهد بود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود تا 3 2 1. ثانیه های خودت آغاز شروع کن بخیر. 60 ثانیه زمان و خودت باید 4 توپک پینگ پونگ از محوطه دایره بیرون بزنی. میشه؟ ببینیم که ماشاءالله. چیکار می‌کنی. ماشاءالله. دو دانه توپک پینگ پونگ با رنگ‌های سرخ از محوطه دایره بیرون شد. فقط دو دانه دیگه باقی مونده. دوستان تشویق. تشویق. ماشاءالله تمرکز داشته باش. ببینیم فیروز چیکار میکنه. دو دانه توپک پینگ پونگ باقی مونده و میشه 2 ثانیه زمان. میشه آفرین. یک ذره پیش هم آمده. میتونی ان شاء الله. یک کمک پیش سر برو پشت خط استاد که میشه ان شاء الله. برو اتاق فرمان چیز نمیگه. برو. یک کمک برو. برو کمک یک دانه دیگه. پشت خط استاد شو. پشت خط عزیزم. پشت خط. بله این قسمت. فیرو 10 ثانیه داری. میتونی. نو. ماشاءالله. واو. بازی آن سوی دایره در این سوی استیج اجرا شد و تمام شد بخیر. یک کمک پیش آمده بودی ولی دوباره پس قوانین بازی را مراعات کردی و بازی خیلی خوب و عالی اجرا شد. شما برنده 7000 افغانی هیت لحظه به لحظه هستید. 7000 تبریکتان باشه. تشکر. بخیر و به خوبی خرج کنین. درست است. 7000 باشین. پول خوب است که بر شما آمد. از 7000 دیگه نه دیگه راحت باشین، دلتان جمع باشه. 7000 به خاطر خودتان است. به طرف مرحله دوم ما برین 50000. درست است؟ میرم بخیر ان شاء الله. پول بعدی کدام پول است؟ تا فرمان ببینیم در درخت پول. 10000 افغانی. واو 10000 پول خوب است که به هر دوی شما پیشنهاد شده. به ارزش 10000 کدام بازی آماده است؟ در نمایه می‌بینیم. شما هم آمادگیتان نداشته باشین. شاید بازی کمک دشوار باشه، شاید نباشه، شاید بر شما ساده باشه. کوششتان نکنید. خوبی گپ چی است؟ شما تا این قسمت پیش آمدید، عرصه جانتان باقی است. 10000 افغانی پیشنهاد شد و به ارزش 10000 بازی آماده است که اشتراک کننده های ما را به چالش بکشه. بدون شک که اشتراک کننده های ما آمادگی آمتام خدا دارن و نام خدا خوب پیش میرن. این که به ارزش 10000 کدام بازی روی استیج میاد بعد از یک وقفه کوتاه ببینید. برگشتیم بیننده های خوب و عزیز طلوع. ما در جریان همراه اشتراک کننده های ما صحبت میکردم که با کدام بازی آماده هستند، ولی پیش از اینکه بریم از خودشان پرسان بکنیم و شما هم در جریان شوین جا داره تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما نکتار طبیعی شفا. نکتار شفا دوست خوب لحظه. میتونید از نکتار طبیعی شفا استفاده بکنید. خب کدام بازی را حدس میزنی بیای روی استیج خوشحال بشی؟ ما خوشحال میشم این بازی چایدار باشی بیا. آفرین چایدار باشی ورزش دارم. بسیار عالی. اون بازی است که ساده از ورزش 1000 یا 2500 میه. به هر حال شاید بیای. خودت چطور؟ هر کدومش باش به من فرق نمیکنه. هر چی ددک بود در کاسه برای خواب میبره و بازی چایدار باشی ساده است ها. ورزش 1000 2000 خوش هستم کم سادهش بیای پیسایتون ببرین. برای ببینیم که ورزش 10000 افغانی کدام بازی آماده است. نمایه
کشکو در برابر شما 8 بوتل قرار دارد که دهان به دهان قرار گرفتند. در میان هر جور از آنها یک برگه پول گذاشته شده است. شما باید پول را طوری از میان آنها کش کنید که بوتل ها بر زمین نیفتند. شما اگر از میان 4 نود تنها یک برگه آن را موفقانه از آن خود کنید، پیروز بازی هستید. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی کشکو بازی است که خیلی باید با دقت کامل اجرا شود و این بازی آماده است تا اشتراک کننده های ما را به چالش بکشه. 3 دانه بلکه 4 دانه پول هست و باید یک بوتل به شکل که هست ثابت باقی بمانه و پول گرفته شود. درست است؟ درست. و کی میخوای بازی اجرا کنه؟ بازی رو من فیروز میخوایم خان. آرا جان بعد از من باز جمشید جان. جان بعد از خودت؟ اگر بازم نتونست باز من. نه انشالله که میتونی با فال درست نیک است، بگی تشکر. بگو من بازی رو اجرا میکنم دیگه اجازه انشالله، نمیتونم که یک جان از پیش ما بگیرم. درست است کوشش. فقط یک پول به سرعت کش کو. اگر دیدی که نشد و تعادل بوتل به هم ریخت، عاجل بوتل را پس قاب کو. درست است که اگر درست بوتل است. خدای نخواسته به میز اصابت بکنه باعث میشه یک تکان بخوره و 3 بوتل دیگه روی زمین بفته یا روی میز بفته تا دوباره خودت منظم بسازی وقتت ضایع میشه. درست نه است؟ درست است انشالله. آماده هستی؟ آماده ام. بیا ببینیم که چیکار میکنی. شماره شداد. بازی آغاز می شود هر وقت تا مگو. 3 هر وقت عزیزم یک لحظه از حالا آغاز شروع کن. آفرین خط آرام 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 با ماشاءالله دقت. میشه. دومین بوتل همچنان نشد. 2 بوتل دیگه میشه شانس میشه است. تمرکز کو. بسرعت بسیار کم. میشه، آخرین میشه. بوتل آخرین شانس. وقت داری سعی کن. وقت داری برو دیگه. آرام با دقت. برو میشه. 37 ثانیه. برو برو دیگه. طرف. بسم الله بگو دیگه ببینیم که چیکار میشه. آخرین شانس. تشویق آخرین کنیم بیادر تشویق کنیم. ماشاءالله. بهتر. آخرین شانس بود و بازی اجرا شد و چی گفت شد؟ آفرین پولم ما بلند بسازم که بسیار عالی. شما تانستید که بازی کشکو را اجرا کنید. آخرین بوتل آخرین شانس بود و خودت تانستی نام خدا خیلی خوب عالی بازی را تشکر. اجرا کنید. تشکر فضا آرش همچنان عزیز. ثبت شد. تشکر درست است؟ آرش عزیز. انشالله. این بازی اجرا شد. بریم با طرف پول بعدی ببینیم که کدام پول به اجزای ما پیشنهاد میشه. درخت پول. بله 25,000 افغانی. 25,000 افغانی پول خیلی خوب است. ببینیم که به ارزش 25,000 کدام بازی روی استیج میه. نمایه. آتش فایرکو در این بازی اشتراک کننده باید یک لاشتک را با کلکهایش از فاصله 8 فوتی به کارت هایی که با گیره روی میز استاده هستند پرتاب کند. هر 3 کارت روی میز ها باید توسط لاشتک به زمین بیفتند. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آتش فایرکو پیشنهاد شد به ارزش 25,000 افغانی پولی که روی استیج نه بلکه روی نمایه به اجزای ما پیشنهاد شده بود. در این قسمت برنامه جا داره که تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما جوس پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه. با نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی را به ارمغان بیاورید. پارادایس ضامن سلامتی شما. خب بچه‌ها جان. بازی که بر شما پیشنهاد شده به ارزش 25,000 افغانی است. بدون شک که پول پیدا کردن آسان نیست و هر چقدر پول زیاد میشه دقیقاً. بازی هم باید دشوار شود. درست بله. است؟ و این بازی هم یکی از بازی هایی است که دشوار است ولی یک ترک داره. چی میگن یک چال داره که شما باید با دقت بفهمید. من بیشتر یک کمک نقل براتون دادم. کی میخواد اجرا بکنه؟ ما میخوایم جمشید جان انجام می‌خوایم. خوب انجام است. بدیم. بیشتر با دقت فقط این قسمت خط استاد میباشی با دقت. فقط هر 3 کارت ها باید بفتن روی میز بازی اجرا بشه. آماده هستی؟ آماده هستم. خوب است. به خاطر که دوستایمون نام خدا با انرژی هستن من میخوایم با انرژی شوم شاداب و متو تر تازه گرچه هستم یک زیادتر شوم. متو اساسا بله. پارادایس نوشجان میکنم بس شما میتونید استفاده بکنین با تکه های میوه جوس خیلی مزه دار است. دل تهیه کننده ما او شوه. بریم بیا طرف بازی. شماره شداد. از کدام قسمت باید شروع؟ ایجی سچو. یک کمک بیشتر. بازی آغاز می شود تا 3 2 1.
خوبه ثانیه های آغاز شده و باید 3 دانه کارت روی میز بافته. 53 ثانیه زمان. ماشاءالله جمشید ماشاءالله. نشانه 40 ثانیه زمان و ما میخوایم کم کم برشون کمک کنیم. ماشاءالله. اگه تهیه کنیم ده قار نشه. قار خود نمیشی؟ میگم. لاشتک پشت ناخون. آها. 5 ثانیه ماشاءالله لاشتک. جمشید. ماشاءالله. 20 ثانیه زمان هست و ماشاءالله. فقط یک دونه لاشتک دیگه حق دارم. وای این لاشتک. 9 8 7 متاسفانه فضا مرحله ششم تکمیل نشد. بازی که بر شما پیشنهاد شد متاسفانه اجرا نشد و یک جانم از پیشتان گرفت. مشکل در کجا بود؟ مشکل است نمیشه. مشکل است اما از این بنبست باید بگذاری. خب نمیشه که بگذاری. چی رقم بگذاری؟ متاسفانه یک جان گرفته شد در بازی آتش فایر کد. 2 جان دیگه هست. یک تجربه خوبم بر شما هست. کی میخوای بار اجرا کنه بازی؟ فیروز خان من انجام می‌خوایم. میده. این بار فیروز یا فیروز خان میخواد که بازی را اجرا بکنه. 60 ثانیه زمان هست. دقت کامل داشته باش. درست است. میتونی از لاستیک‌ها استفاده کنی. کدام قانون خاص نداره که 2 دانه لاستیک بگیری، 3 دانه لاستیک بگیری یا 1 تا. فقط با دقت. درست است. درست هر است. 3 کارت ها باید روی میز بفتن. فیروز آماده است تا بازی که به ارزش 25000 افغانی برش پیشنهاد شده را اجرا بکنه. بدون شک این بازی چالش و دشواری خود داره و به ارزش 25000 افغانی است. اگر دوست ما بتونه این بازی را اجرا کنه 25000 افغانی را در 60 ثانیه به دست میاره که انشالله شبه. 2 جان دیگه هنوز باقی است با یک تجربه به خاطر از اینکه دوستای ما بیشتر آماده شوند و تمرکز بیشتر داشته باشند. میریم آرام به طرف یک وقفه کوتاه. زود برمیگردیم ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. برگشتیم و بازی آتش فرکو هنوز از جای نرفته. یک جان از پیش اشتراک کننده های ما گرفت ولی 2 جان دیگه هنوز باقی است. در این قسمت برنامه جا داره که تشکر داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی هید. انرژی هید سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هید برای 4 فصل سال. انرژی هید برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هید تجربه کنید. هید بنوشید و شکست دهید. Drink and beat. درست است؟ خودت هم هید نوشجان کردی، خودت هم من پاردایس نوشجان کردم. بیا که می هید تقدیم کنیم به یکی از تماشاچی‌ها، کسایی که آمدن برنامه را از نزدیک تماشا بکنن. گرچه تمامشان عالی هستن، تمامشان خوب تشویق میکنن، ولی یک نفر دیگه همکارا رای بکنین داوطلب که بیاین. بیا خودت عزیزم بیا. یک تشویق کنین به افتخار دوست ما. خیلی خوش آمدید. هی ماشاءالله نام خدا پهلوانم معلوم میشه. نام چی هست عزیزم؟ رفیع جان. نه بفرما رفیع جان. یک دانه هید نوشجان بکنم تو با انرژی که بخیر بیشتر تشویق کنی. بخیر بش. بفرما. و هیتا بخیر نوشجان میکنه عزیز ما. یک وقت نیمش کرد. راحت. دوستای ما نام خدا خوب تشویق میکنن. تشکر از تک تک شما عزیزا. به همه تان هیت میرسه. این نفرها برنده شد. بیخی برتان شیرینی میدن. و این بار فیروز آماده است که بخیر بازی را اجرا کنه. درست است فیروز؟ آماده هستی؟ انشالله. شماره شداد. بازی آغاز می شود تا 3 2 1. یک لحظه ثانیه های آغاز برو دیگه. برو ببینید چی میشه. 3 دانه کارت و با لاشتوک هایی که در مقابل خودت یا در پیش خودت هست باید بازی را اجرا بکنی. ماشاءالله برو میشه. دومین ضربه و هیچ امتیاز نداره. 45 ثانیه. همگی تشویق دارن ولی فیروز باید دقتش بیشتر باشه و دوستا باش میکنم که تشویق هم چند لحظه استاپ بکنن که بیشتر دقت روی بازی ها باشه. به نظر من یک لاشتوک بهتر است. البته نظرم است. یک دانه بزن چی میشه فیروز؟ یک دانه بزن. 20 ثانیه زمان و جان دوم در بازی آتش فایرکو. آیا از دست خواهد رفت؟ تا زمان باقی است. شانس است. باید دقت کنید. 9 8
5 4 3 مرحله ششم آتش تکمیل فایت نشد. کن. بازی که یک جان دیگر هم متاسفانه گرفت. فضا سرخ رنگی که دوست نداریم روی استیج باشه، ولی طبیعی است که روی استیج بیاید که بازی جان نشه. دومین جان در بازی آتش فایرکو گرفته شد و کم کم دیگه بازی دشوار میشه. دشوار شده از سر ما. یک جان باقی مونده، یک جان باقی 2 مانده. نفر و بازی که آمده. والا بازی هم خیلی مشکل است. خیلی مشکل است بازی. این بازی رو تمرین نکرده بودید؟ نه خیر نه نه. والا. حتما کارت هست در خانه، لاشتک هست در خانه. کسایی که قرار است بیاین روی استیج بازی رو تمرین بکنین. این ما بر شما چی میگه، یک مشوره میتونم. این بازی رو تمرین بکنین که دقت داشته باشین، آماده باشین. جان آخری و شانس آخری کی میخواد اجرا کنه بازی را؟ فیروز میخوای انجام بده. فیروز به خاطر از اینکه بیشتر با قوانین بازی آشنا شوه، یک بار دیگه هم نمایه را برش نشان میده. نمایه. آتش فایرکو در این بازی اشتراک کننده باید یک لاشتک را با کلکهایش از فاصله 8 فوتی به کارت هایی که با گیره روی میز استاده هستند پرتاب کند. هر 3 کارت روی میز ها باید توسط لاشتک به زمین بیفتند. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. نمایه را دیدیم، برگشتیم. بازی آتش فایرکو هست، جای نمیره و یک جان آخری باقی مانده. اشتراک کننده های ما با امید ازی هستند که پاداش بده. اتاق فرمان هیچ جواب و هیچ پاسخ بر من نداده و اینجا ما اصلا نمیفهم. شاید بر شما پاداش برسه، شاید هم نه، بخاطر که آخری های برنامه است و شما یک جان دارید. بله. فیروز آماده هستی که بخیر بازی رو اجرا کنی؟ آماده است مارشون. آمادگی کامل تا بسیار داشته باش. متاثر هستم. چرا متاثر بسیار. هستی عزیزم؟ دلم لرزان است. برای شما. دلت لرزان است. یا رقم فی البداهه خودت شعرم میگی. اما طرف بیا یک پارچه شعر دکلمه کو بشنیم. فی البداهه دیگه چیزی کرد. خب بسیار خوب. سلام به اتاق فرمان آها. که نامش از جناب عثمان. آها. برای ما بیاور بازی های آسان آها. که دلای ما از در لرزان. دلرزان. آها. میگه جناب عثمان نیست، حالا از جناب تغرل. صداقت تغرل نیست بر شما پاداش که بیاید بر روی استیج ما و قبولش شاید هم داریم. بیاید برو. من خبر نباشم. خب به هر حالش بریم طرف چی میگن شمارش اعداد ببینیم چی کار نه میشه. دیگه. شمارش اعداد. نه دیگه. نه دیگه. اوه! تشکر از جناب پاداش آمد. تشکر. پاداش آمد. جناب از جناب اتاق فرمان. اتاق فرمان استاد ناصر عزیز، تشکر بزرگ استاد ما. ناصر. هم شما آه. اینه بر شما پاداش آورد، بزرگواری کرد و تشکر از همه‌تان. انسان خیلی خوشقلب و مهربان است. گفت بیا که واقعیت، این 2 واقعیت. نفر جوان هستن. اما تو راست نه، این 2 نفر گفت جوان هستن که دلشان چی میگن نشکنه. بیا ببینیم که در بازی در پاداش چی است. پاداش همراه خود چی آورده؟ انشالله پاداش تغییر باشه، تغییر بازی. بیا دیگه تغییر. پاداش بیا دیگه. تبدیل بازی. بله. وای 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 که چقدر تشکر. چقدر شما خوش شانس هستین. بازی تبدیل شد. البته بازی آتش فایرکو. ببینیم که بر جای تبدیل بازی کدام بازی روی استیج میه. نمایه. پوقانه. شما در این بخش 3 پوقانه در دست دارید و با آغاز بازی باید هر 3 را با ضربه زدن در هوا نگه دارید. شما اجازه محکم گرفتن پوقانه ها را ندارید. دقت کنید که برای پیروزی در این بازی باید تحرک زیادی داشته باشید. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. تا 3 2 1. پوقانا را بنداز. شروع کن بخیر. برو هر 3 پوقانا روی هوا و نباید حتی یک دانش هم روی
همین نقطه چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ مرحله وای، ششم وای، وای. تکمیل نشد. فیروز جی من هنوز گپم تمام نشده بود. فضا صاف. یک جان دیگه هم رفت نه و آتش فلکو خوب بود ای بازی. یکشون خوب نبود. دیشان بیادرها بودن. بیادرها باید بودن. یه ده 50,000 خود چیزی که اتاق فرمان گفت ما قبول میکنیم. بازی ها بازم تشکر از دشوار اتاق میشه. فرمان. تشکر. خانه دشوار شما. میشه هر بازی. این بازی ها اتنه است که فکس بم 50,000 باشه. از 25,000 شروع میشه. اتاق فرمان تغییرات میره. گاهی در 50,000 میریش، گاهی در 25,000 میریش، گاهی در درست. 40,000 میریش. ما قبول داریم درست است؟ مشکل نیست. در 50,000 یک بازی دیگه است به نام پر. او خوب بود. او همون خوب بود. امور قبول تمرین داریم. خوب بود. امور تمرین کرده بودیم. من گفتم بازی ها متفاوت است. قید نیست به پول. ما میخوایم بیشتر بگوییم که شاید زیاد دوستا برشان سوال پیش نبه ولی بگوییم این بازی حتما از 50,000 است. این بازی از 25 تا 50,000 دمی مسیر میآید. یا 25 یا 40 یا 50 یا 50 یا 40 یا 25. قسمت با یاری شما نکرد. 25. به هر حال خوب دروغ شدین، عالی دروغ شدین. تا این قسمت خوب بود. شما برنده 7000 ما هستین. از همکارا خواهش میکنم چه که 7000 افغانی را به ایزای ما برن. دوستا هم شما هم تشویق کنین. چه که 7000 افغانی عزیز ما خیلی تشکر. خیلی تشکر. نامه چی است؟ عنایت جان. خیلی تشکر از لطفت. صحیح است؟ بفرما. با افتخار به عنایت یک کف بزنید. بفرما عنایت. بفرما. عنایت لطف کرد و چک بر ما آورد. چک 7000 افغانی هیت لحظه به لحظه. ما میخوایم نام دوستای ما رو نوشته بکنم. فیروز فکر کنم بزرگتر است. بله. فیروز و جمشید. بله. فیروز عزیز. فیروز جان و جمشید جان. یک چیم. این هم امضای بیادرتان. دوستا تشویق. تشکر از هر دو شما. 7000 تبریکتان باشه. با خیر و به خوبی خرج بکنین تشکر. و از تک تک ثانیه هایتان لذت ببرین. در بقیه مسیر زندگیتان هم خوش شانس باشین. هر تشکر. پیام باشه کوتاه تشکر. بشنویم. فیروز کدام پیام خاص ندارم. اما قدر هدف هر جوان باید در زندگی خود یک هدف داشته باشه و بدون به شک. هدف خود کار بکنه. آها چقدر عالی. دقیق خودت میگه انسان که هدف داشته باشه حتما در یک جای میرسه. انسان به هدف در هیچ جای نمیرسه. میگن خواستن توانستن است. توانستن. خیلی تشکر از هر دو شما. بخیر. بفرمایید بفرمایید. خوش تشکر. آمدید. خیلی بخیر. کف بزنید دوستا. بفرمایید. عزیزای ما برنده 7000 افغانی ما شدن. تبریکشان باشه. ان شاء الله در بقیه مسیر زندگی خود خوش شانس باشن. بچهای لایق و عالی بودن. شما میتونین روی استیج بیاین. 456 و شماره واتساپ در خدمتتون است. با 456 تماس بگیرید. کلیدهای 626 فشار بدید. نام خود و یکی از دوستایتان ثبت بکنید. روی استیج حضور پیدا کنید. طریق دوم ساده است. به خاطر آسانی کار شما شماره واتساپ که روی اسکرین تلویزیونتان میبینید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. همکارا و دوستا شما را دعوت میکنن حتما بیاین و برنده شوین. این بود هیت لحظه و لحظه امشب که آرش سردی بر شما تقدیم کرد. تا بعد که باز هم برمیگردم خدمت شما را به الله متعال میسپارم. لبخند فراموش نکنین. الله یار نگهدار همه.